وویجر 1 و 2 کاوشگر فضایی بدون سرنشین. دقیقاً سال 1977 میلادی بود که این 2 کاوشگر توسط ناسا برای مطالعه سیاره‌های منظومه شمسی به فضا پرتاب شدند. 2 کاوشگر وویجر 1 و وویجر 2 اولین عاملان اکتشاف سیارات دوردست منظومه خورشیدی و نخستین ابزار ساخت بشر هستند که از محدوده منظومه خورشیدی خارج شدند. اطلاعات و گزارشهایی که این 2 کاوشگر برای ما تو زمین فرستادن بزرگترین دانش و دستاورد انسان درباره سیارات گازی و دور منظومه خورشیدی ماست. تمام فرستنده و گیرنده‌های رادیویی 2 کاوشگر وویجر تا سال 2000 میلادی به خوبی فعال بودند. کاوشگر وویجر 2 پس از 42 سال برای نخستین بار اطلاعاتی از خارج منظومه شمسی به زمین فرستاد. بر روی وویجر صفحه طلایی ساخته و نصب شده که روی اون اطلاعاتی برای موجودات فضایی درباره زمین حک شده تا بتونن با اون ما رو پیدا کنن، حتی به زبان فارسی، که تو ویدیوهای بعدی قرار حسابی درباره این صفحه طلایی صحبت کنیم. پس اگه میخواید ادامه این داستان رو از دست ندید، خودتون بهتر میدونید باید چی کار کنید. فعلا